در جلسه راهبران هیئت‌های پارلمانی کشورهای اتحاد اینچنین نمایندگان مقامات اتحاد دولت‌های مستقل و سازمان‌های بین‌المللی شرکت ورزیدند. اجلاس را از تالار خوانش قصر تاوریچسکی والنتینا ماتویینکا رئیس شورای اسامبله بین پارلمانی اتحاد دولت‌های مستقل، رئیس شورای فدراسیای مجلس فدرالی فدراسیای روسیه راهبری نمود. یکی از موضوعات مرکزی جلسه تأمینات قانونی تدبیرهایی که در کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در رابطه با پاندمی کووید 19 اندیشیده میشوند به حساب میرفت. اینچنین مسائل‌های حالت و دورنمای همگرایی اقتصادی و تأمینات معیاری حقوقی آن در فضای اوراسیا، آمادگی به نظارت انتخابات به مقامات حکومتی در کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در سال 2021، تشکیل شورای کارشناسان عاید به علم و معارف در نزد اسامبله بین پارلمانی اتحاد دولت‌های مستقل و یکچند مسائل‌های دیگر نیز بررسی کرده شدند. همچنین جلسه 51 اسامبله بین پارلمانی اتحاد دولت‌های مستقل در شکل ویدیو کنفرانس برگزار گردید. در کار آن هیئت‌های پارلمانی دولت‌های اتحاد دولت‌های مستقل اشتراک نمودند. رئیس کمیته مجلس نمایندگان عاید به مسائل‌های قانونگذاری و حقوق انسان، همزمان رئیس کمیسیون عاید به مسائل‌های حقوقی اسامبله بین پارلمانی اتحاد دولت‌های مستقل امامعلی نصرالدین زاده در این جلسه‌ها از طریق رجای فاصله‌ای اشتراک نمود. اشتراکچیان این جلسه وکیلان همچنین لایحه کنونسیا درباره حفظ انشاءات میراث فرهنگی دولت‌های اعضای اتحاد دولت‌های مستقل، کدکس نمونوی مهنت برای دولت‌های اعضای اتحاد دولت‌های مستقل، کدکس نمونوی انتخابات برای دولت‌های اعضای اتحاد دولت‌های مستقل، اینچنین یکچند لایحه‌های قانون‌های نمونوی درباره گریزه‌ها، درباره فعالیت مهندسی و خدمت‌رسانی و مشورت مهندسی، درباره ساختمان ابیکت‌های غیر منقول در اساس سهم مشترک، درباره بخطری اکولوژی انتقال محصولات نفتی توسط قبورها، درباره رشد و محافظت منطقه‌های کوهستان، درباره نظارت پارلمانی، درباره ورزش در مکتب‌ها، درباره جبران ضرری به شهروندان رسانیده شده که از جنایت‌ها ضرر دیدند و دیگر مسائل‌ها را بررسی نمودند. در فرجام جلسه از روی همه مسائل‌های بررسی گردیده قرارهای داخلدار قبول شدند. 23 نوامبر در مؤسسه دولتی مرکز جمهوریوی ایمونوپروفیلاکتیک وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان جهت وارد نمودن تغییر و الهه‌ها به تقویم ملی ایمونیزاسیای جمهوری تاجیکستان با مقصد عوض نمودن واکسینه سرخچه گلافشان به واکسینه سرخچه بناگوشک گلافشان همایش دایر گردید. در جمع آمد مذکور معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان سمریدین علیزاده، نمایندگان سفارت ژاپن در تاجیکستان و نمایندگان سازمان عمومی جهانی تندرستی در تاجیکستان شرکت نمودند. معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی مملکت سمریدین علیزاده ابراز داشت که مقصد اساسی همایش امروزه این بلند برداشتن اقتدار اطلاعاتی واسطه‌های اخباری عامه وابسته به مسائل‌های ایمونیزاسیا، پرزور نمودن ترغیب و تشویق در بین اهالی عاید به ماهیت ایمونیزاسیا در سمت نگهداری سالمی اهالی و پیشنهاد نمودن معلومات درباره عوض نمودن واکسینه سرخچه گلافشان با واکسینه سرخچه بناگوشک گلافشان در جمهوری تاجیکستان می باشد. نوبسته از آن که در مبارزه و پیشروی‌های نظررس به نظر می رسند، ولی باید تشکیل و گذراندن چاره‌بینی‌های پروفیلاکتیکی منتظم، صفتناک و با واسطه از پیشروی‌های حاضر زمان سوها عملی گردانیده شوند، زیرا تا حال خطر خروج بیماری‌های سیراتی پررا از بین نرفته. با نظرداشت موجودیت این خطر ضرورت منتظم راهبری، تامین استواری مالیوی برای خریداری واکسین‌ها و مواد ایمونیزاسیونی، تشکیل نظارت با صفت اپیدمیولوژی از روی بیماری‌های تحت نظارت بوده، بردن تشویق و ترغیب در بین اهالی عاید به ماهیت ایمونیزاسیا ضرور میباشد. تاجیکستان و گرمانیا همکاری را در بخش صنعت تقویت می‌دهند. در این راستا در دوشنبه ملاقات وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نوین جمهوری تاجیکستان شیرعلی کبیر با سفیر فوق‌العاده و مختار فدراتیوی گرمانیا در جمهوری تاجیکستان اندریاس براتمن دایر گردید. وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نوین مملکت اطلاع می‌دهد که مصاحبان حالت کنونی و دورنمای گسترش مناسبت‌های تاجیکستان و گرمانیا اینچنین همکاری دو دولت را در ساحه‌های صنعت بررسی نمودند. در جریان ملاقات ضرورت توسعه بیشتری همکاری دو جانبه که با پرتو مناسبت‌های دو کشور سازگار است تاکید گردید.
رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تاج‌الدین جورازاده در جلسه 36 وزیران کمیته همکاری اقتصادی و تجارتی سازمان همکاری اسلامی که 25 و 26 نوامبر در انقره در صیغه آنلاین به طور فاصله‌ای دایر گردید، جمهوری تاجیکستان را نمایندگی نمود. موصوف ضمن همایش دایر به استراتژی در مورد برطرف نمودن تأثیر منفی به ساحه سیاحی بعد از کووید 19 سخن گفت. در جلسه پرزیدنت جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان، کاتب گنرالی سازمان همکاری اسلامی دکتر یوسف ال-اوتایمین، پرزیدنت بانک رشد اسلامی دکتر بندر خجر، رئیس پالاتای اسلامی سودا صنعت و کشاورزی شیخ عبدالله صالح کامل و دیگر رهبران ارشد سازمان همکاری اسلامی اشتراک و سخن نمودند. ذکر شد که ساحه سیاحی ستون اقتصاد و واسطه روزگذرانی میلیون ها ساکنان کشورهای سیاره محسوب یافته. درآمد از این حساب به اقتصادیات جهان دوام 20 سال اخیر از 490 میلیارد به 1.6 تریلیون دلار آمریکایی رسید. شدت گرفتن تاثیر منفی بیماری همگیر کووید 19 دوام 9 ماه امسال 2.2 تریلیون دلار آمریکایی به اقتصاد جهان خسارات آورده. بیش از 1 میلیارد اهالی جهان شغل خود را از دست دادند، از جمله شهروندان دولتی مونیز. با جاری گردیدن محدودیت در پروازهای بین المللی و بسته شدن سرحدها، اکثر شرکت‌های سیاحی وطنی از فعالیت باز مانده، کارمندان خود را به تعطیل بیمزد روان نمودند. در جلسه مسائل مهم از قبیل تطبیق استراتژی کمیته همکاری اقتصادی و تجارتی سازمان همکاری اسلامی، توسعه مناسبت‌ها در ساحه تجارت، مالیه، کشاورزی، نقلیات و کمونیکاسیون، پس کردن سطح کمبیزاتی، همکاری با بخش خصوصی و مساعدت به صاحبکاری برای بلند برداشتن سطح رقابت‌پذیری سیاحی در کشورهای اعضا بررسی گردیدند. ضمن مبادله افکار اشتراکداران جلسه سهم سازمان همکاری اسلامی را در برطرف نمودن پیامدهای خسارات‌آور کووید 19 در اقتصاد کشورها مهم ارزیابی نموده، دستگیری بخش خصوصی و کارخانه‌های خرد را در این دوره سری وقتی دانستند. در فرجام همایش از جانب دولت‌های اعضا قطعنامه جلسه 36 وزیران کمیته همکاری اقتصادی و تجارتی سازمان همکاری اسلامی قبول شد.